فرض کن فقط با نوشتن چند کلمه بتونی یه موزیک بسازی یا با یه کلیک بتونی صدای سلبریتی رو بذاری رو ویدیوت بدون اینکه خود شخص حضور داشته باشه. این امکانیه که AI بهت میده. AI یا همون هوش مصنوعی به ماشین‌ها و کامپیوترها این امکان رو میده که مثل انسان فکر کنن یا تصمیم بگیرن. چون علاوه بر پردازش، هوش مصنوعی قدرت تجزیه تحلیل هم داره، میتونه از ما انسان‌ها الگو بگیره و شاید جدید به نظر برسه، اما از سال 1950 شروع شده. وقتی آلن تورینگ از خودش میپرسه آیا ماشین‌ها هم میتونن فکر کنن؟ همین میشه پایه چیزی که امروز ما بهش میگیم AI. و البته در سال 1956 واژه آرتیفیکال اینتلیجنس در یک کنفرانس تاریخی متولد میشه. همه فکر میکنن تا چند سال آینده ماشین ها مثل انسان ها میشن، ولی خب سخت افزارها ضعیف بودن و رویاها جلوتر از واقعیت. چندین بار پیشرفت ها متوقف میشه و بهش میگن زمستان هوش مصنوعی. اما با یادگیری ماشینی و داده های بزرگتر AI دوباره برمیگرده. کسب و کار، هنر، آموزش، حتی سلامت، همه اینها با AI دارن تغییر میکنن. اگر میخوای بخشی از تکنولوژی باشی، یادگیری هوش مصنوعی ضروریه. اگه بخوام بگم AI چجوری کار میکنه، چند تا مرحله داره. اول دیتاهای برچسب گذاری شده رو تو خودشون میگیرن و بعد در مرحله دوم همون دیتاها رو تجزیه و تحلیل میکنن و الگو میگیرن. حالا الگو گرفتنشون به چه صورته؟ برای مثال اصول شطرنج رو به AI یاد میدن. با قهرمان شطرنج جهان بازی میکنه و در نهایت شکست میخوره. اما با الگو گرفتن از حرکاتی که اون قهرمان انجام میده، در دفعات بعد میتونه قهرمان رو شکستش بده. اما در مرحله سوم از الگوهای قبلی استفاده میکنه و الگوهای جدید دیتاهایی که هنوز ساخته نشدن رو پیش بینی میکنه. AI کاربردهای زیادی داره. مثلا ربات‌های مختلفی هستن که هر کدوم در زمینه‌های خاصی فعالیت میکنن و کاربرد دارن. برای مثال چت‌بات‌ها رو هممون میشناسیم و ازشون استفاده میکنیم. ربات‌هایی که مبتنی بر هوش مصنوعی هستن و میتونن به صورت خودکار با کاربران گفتگو کنن. و ربات‌های فیزیکی مثل ربات‌های صنعتی که در کارخانه‌ها فعالیت میکنن، در دنیای واقعی ما حضور دارن. یا ربات‌های پزشکی که پیشرفته ترین نوع ربات‌های فیزیکی هستند. میتونن به پزشکا و پرستارا کمک کنن که با دقت بالا و کمترین خطا کارشون رو انجام بدن. یکی از معروف ترین هاشون ربات جراح هستش. میتونن از راه دور پزشکان مدیریت کنن این ربات‌ها رو و اونا جراحی‌های بسیار دقیقی انجام بدن، مثل جراحی مغز یا قلب. اتفاقات عجیب ولی واقعی توسط AI در حال رخ دادنه. مثلا در صنعت موسیقی که در چین یه اجرای زنده توسط هوش مصنوعی انجام شد. همه فکر می‌کردن یه انسان واقعی اونجاست، در صورتی که اینطور نبوده. یا در صنعت سینما که توسط AI یه فیلم کوتاه ساخته میشه و کارگردانی میشه که بعدها به اسم سان اسپرینگ توسط بازیگران واقعی حتی اجرا میشه. یا ربات‌های هوشمند در قالب خودرو که حتما درباره‌اش شنیدین. خودروهای خودران که میتونن بدون دخالت انسان مسیر خودشون رو پیدا کنن. تسلا یکی از معروف‌ترین اون هست که این فناوری رو در اختیار مردم قرار داده. هوش مصنوعی یه نیروی تغییر دهنده است که داره دنیا رو متحول میکنه و در واقع AI آینده جهانه. ما هم میتونیم بخشی از این آینده باشیم و در ویدیوهای بعدی قراره راجع به همین موضوعات صحبت کنیم.